سلام بچه‌ها، حالتون خوبه؟ امیدوارم شاد و پر انرژی باشید. بچه‌ها، تو جلسه قبلی اومدیم با هم قانون کلون رو بررسی کردیم و چند تا مثال حل کردیم. یه فیلم جدا یا چند تا فیلم جدا براتون ضبط میکنم که کلی تست سوال توش داخلش حل کنیم و اونو میذارم آخر فصل بارگذاری کنم. فعلا سریعتر سعی کنیم فصل رو تموم کنیم که یه کاری کرده باشیم بالاخره. بچه‌ها، درسمون رسید تا میدان الکتریک. میدان الکتریکی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا هر ذره بارداری، هر بار الکتریکی اطراف خودش یه خاصیتی داره که بهش میگن میدان الکتریکی. و این خاصیت چیه؟ یه لحظه استاپ کنیم برگردیم عقب. ما گفتیم دو تا بار که میان نزدیک هم دیگه میشن، یا همو دفع میکنن یا همو جذب میکنن. این بار مثبت من و این بار مثبت، خب بار یک بار دو، بار یک از کجا فهمید یه بار اینجا هست که الان باید بره عقب یا اینو هلش بده عقب؟ م؟ یا این یکی بار از کجا فهمید؟ پس یعنی یه خاصیت دیگه ای وجود داره، یه چیزایی وجود داره این وسط که ما نمیبینیم، با چشم مسلح قابل لمس نیست، از طی آزمایشات ثابت میشه ولی وجود داره بالاخره. اوکی؟ و باعث نیروی جاذبه یا دافع بین دوتا بار میشه. بچه، نیروی میدان الکتریکی بار مثبت به صورت خطی و به سمت بیرونه، بار الکتریکی منفی یا الکترون به سمت داخل. اگه دو تا الکترون رو بذاری کنار هم، خب نیروی دافعه بینشون ایجاد میشه، میدان الکتریکی دافعه ایجاد میشه که شکلش این پایین کشیده و با اگه ناهمنام هم باشن که جاذبه که بازم شکلش هست. من اینجا کتاب از اینجا حال به بعد مطمئن باشه بالاخره کتاب دانش فنی پایه خیلی بعضی چیزا خلاصه کرده. نمیدونم حالا چه صلاحی تو کارشون بوده ولی من میخوام کامل درس بدم و میخوام مفاهیم عمیق و جامع به شما این مخاطبم برسونم. چرا؟ به خاطر اینکه مطمئنم این مفاهیم بیس یه سری پروژه هایی میشه که بعدا یا شما رو پولدار میکنه یا مطمئنا مشکلات شما رو حل میکنه. بریم سراغ کتاب مبانی برق زمان ما، ببینیم اون این میدان الکتریکی رو چجوری گفته. ببینید بچه ها، اولا اینکه بار پروتون و بار الکترون رو خب میگن چی؟ بارهای الکتروستاتیک. اوکی؟ یعنی چی بار الکتروستاتیک؟ آقا الکترو که معلومه یعنی بار برقی هن. بار الکتریکی هن. اوکی؟ استاتیک یعنی چی؟ یعنی ایستا، یعنی پایا، ماندگار. اوکی؟ الکتروستاتیک یعنی آقا این دوتا بار ثابت وایستادن. اصلا اسم فصل تو مبانی برق، کتاب مبانی برق، الکتریسیته ساکن هستش. اوکی؟ اینم دو تا بار الکتروستاتیک هستن، اینا هم دو تا بار الکتروستاتیک هستن. تو ذهنتون این سوال پیش میاد که پس جریان برق چجوری به وجود میاد، چجوری راه میفته برق میره این و اگه استاتیکه اگه ثابته؟ بچه‌ها، اون یه موضوع دیگه است. جریان الکتریکی خب بحثش جداست دیگه، میاد یه مسیر فراهم میشه. خب ممکنه چند تا جسم به هم ارتباط پیدا کنن، ممکنه تبدیل انرژی صورت بگیره اصلا. خب ولی ما داریم داخل یک جسم و بارهای الکتریکی یک مولکول، یک اتم، یک عنصر رو بررسی میکنیم. اوکی؟ پس به بار مثبت و منفی میگن الکتروستاتیک. این بار امتحانی نداره ها. خب مطمئنا خب نمیگم که خارج از کتاب شما امتحان بگیرن، شما بدونید فقط. بچه‌ها، زمونه علمم دست هر کسی دیگه قرار نمیگیره. خب پس شما سعی کنید بیشتر و بیشتر بدونید و بیشتر و بیشتر مطالعه کنید. خب پس آقا گفتیم که این بار الکتروستاتیک مثبت و پروتون هم منفی الکترون هستش و اینجا هم همونایی که تو اون کتاب هم گفته. حالا گفته اگه این ناهمنام باشن به این شکل همو جذب میکنن، اگه همنام باشن به این شکل همو دفع میکنن. و یه نکته خیلی قشنگی که گفته آقا این میدان الکتریکی که ما داشتیم راجع به صحبت میکردیم به سه تا عامل بستگی داره. یک،
مقدار باری که در هر جسم وجود دارد. آقا این بار الکتریکی یا این بار الکتریکی قراره به هم میدان داشت با بینشون میدان باشه دیگه، درسته؟ خب این مقدار میدان، این نیروی میدان به چه بستگی داره؟ زور اینا چقدر میتونن به هم قدرت وارد کنن، چقدر میتونن به هم خطوط قوا نیرو وارد کنن. اوکی. اولیش پس باری که تو هر جسم وجود داره. دومی فاصله بین دو چیز. آقا این اینجا باشن خب اصلا همو نمیبینن که بخوام یه سلام علیکی با هم بکنن، که نزدیک هم میشن دعواشون میشه یا نه دوست میشن با هم. جنس محیط بین دو جسم. ببینید بچه ها بعضی از مواد هستن خب مثلا یه سری مواد هستن که خاصیت عایقی مغناطیسی یا الکتریکی زیادی دارن. خب مثلا باعث میشن که با خطوط الکتریکی از آنها عبور نکنن. مثل جلوتر خازن رو بهتون معرفی میکنم، یه عنصر و یه المان الکتریکیه که این خازن دقیقا با همین میدان الکتریکی کار میکنه و وسطش یه عایقی وجود داره. خب این عایقه البته الکتریکیه و میتونه این دو تا صفحه رو از هم عایق میکنه. حالا بحثش که برسه کامل براتون توضیح میدم. این از این یه عایق مغناطیسی هم که حالا اینجا تو کتاب مبانی برق هست، من میتونم براتون نشون بدم. ساعت، ببینید اطراف ساعت رو میان ساعت ضد مغناطیسی میکنن که خطوط مغناطیسی رو اقربه ساعت تأثیر نگذاره که بتونه اونا اه، دقتش رو کم کنه یا ساعت اشتباه نشون بده. خب این از این. بریم سراغ همون دانش فنی پایین که داشتیم صحبت میکردیم. شدت میدان الکتریکی رو گفتیم، حالا میخوایم شدت میدان الکتریکی رو بگیم، همون زور میدان الکتریکی رو. حالا زور میدان الکتریکی رو چجوری میشه فهمید؟ یه بار الکتریکی میذاریم وسط اون میدون. اوکی. وسط دعوای این دوتا بار یه بار سوم الکتریکی میذاریم، میگیم خب تو بگو این زور اینا چقدر. این میاد به عنوان یه داور میگه آقا زور این دوتا بار چقدره. زور این میدان الکتریکی که این دوتا بار دارن چقدره، که رابطش هست این مساویه با F بر Q. F چیه؟ همون قانون کلون بود. خب قانون کلون چجوری بود؟ اینجا فرمولش هست K، اون ضریب ثابته که داستانشو کامل با هم صحبت کردیم. بار الکتریکی این یکی بار الکتریکی اون یکی بار و فاصلشون، مجذور فاصلشون. اینجوری اف هم دست میانی، این میشه نیرو قانون کلم، نیروی بین دو تا بار. حالا اون کیوه چیه؟ کیوه خود اون بار الکتریکی است. بار الکتریکی که ما میگذاریم به عنوان داور ببینیم چند داریم. حالا یه مثالی اومده گفته بر بار الکتریکی 4 میکروکولوم در نقطه نیروی کلونی 2 نیوتن وارد می شود. شدت میدان الکتریکی در آن نقطه چند نیوتن بر کلون است. از رابطه EFQ میتوان نوشت E مساوی با 2، همین 2 نیوتنه تقسیم بر 4 در توان منفی 6 که شده 1/2 این 10 به توان منفی 6 وقتی میاد تو صورت مثبت 6 میشه. این یه قاعده ریاضیه. حالا دوستانی که بلد نیستن بدون هر 10 توان منفی هر چی که باشه وقتی بیاد تو صورت مثبت چه، برعکسش هم هست. اگه 10 توان مثبت 2 باشه ببریش تو مخرج منفی میشه. حالا برای ساده سازی این خیلی به درد میخوره که ای ما میشه 5 ضرب در 10 توان 5 نیوتن بر کولوم. خب بچه‌ها میرسیم به مبحث پتانسیل الکتریکی. آقا اینجا دیگه واقعا کم لطفی شده. اوکی این 1 و 2 و 3 و 4 5 تا خطی که این رو توضیح داده انصافا تو موارد وقت خیلی بیشتره. خب بعد ما میایم سراغ همین موارد وقت مفاهیم رو بفهمیم. اوکی مفاهیم رو که فهمیدیم تطابقش مونده کتاب الان و موارد حالا امتحانی که وجود داره و بعد میریم جلو. ببینید بچه‌ها اومده انرژی پتانسیل الکتریکی رو اینجا انرژی پتانسیل الکتریکی رو معرفی کرده. درست؟ آقا اوکی ما دیگه توضیحات کاری نداریم. ببینیم انرژی پتانسیل الکتریکی چیه.
از اینجا میگه آقا فکر کن. دقیقا میگه فکر کن توضیحات اینجا رو با شکل اونجا براتون میگه. میگه فکر کن آقا یه باری من داخل این کره دارم. خب داخل این کره یه سیم وصل میکنم به زمین. انرژی که لازمه این بار از اون کره بیاد بره تو زمین و بهش میگن پتانسیل الکتریکی این گوی این بار. اوکی این از این تموم شد پتانسیل الکتریکی تموم. خب حالا میایم میگیم که رابطش چیه. میگه آقا رابطش اینه V مساویه با U. یعنی چقدر انرژی گرفت چقدر این زور زد چقدر خسته شد که از اون گوی بیاد بره تو زمین. خب U تقسیم بر Q چیه همون بار اون طرف. ببینید یه نفر انرژی میخواد بذاره از یه جایی بره تا یه جایی باید دید توان اون طرف چقدره چقدر قدرت بدنی داره که بتونه چقدر انرژی بذاره. اون همونه یو همون انرژی است. کیو هم همون توانه. یعنی این بار الکتریک ما چقدر انرژی گذاشته که از اینجا بیاد بره تو زمین. حالا خودش توانش چقدر بوده. حالا تو مثاله حالا با هم بررسی میکنیم. این که وی یا پتانسیل الکتریکی بر حسب ولت. خب ببینید بچه‌ها یه داستان دیگه هم اینجا من بگم بهتون. حالا یه مثال اینجا زده بار الکتریکی 5 میکروکولم روی یک کره رسانا با پایه عایق انباشته شده. اگه انرژی پتانسیل دفعش 20 میلی جول باشه عدد یه تقسیم. خب یعنی 20 در 10 تومن به 5 در 10 تومن یکی. این دوتا با هم رفتن شده 10 تومن منفی 3 تو مخرج که اومده بالا شده 10 تومن 3 و 20 در 5 شده 4 شده 4000 ولت 4 کیلو ولت. اوکی 4000 ولت. خب خیلی بالاست عدد خیلی بالا. بچه اومدیم پتانسیل الکتریکی زمین رو گفت. من این نکته بگم راجع به زمین بچه ها یه دریا رو شما در نظر بگیرید یه لیوان آب از توش بردارید. آب دریا کم شده. الان همتون میگین آره یه لیوان از توش برداشتید یه لیوان کم. من میگم نشده بابا ول کن یه لیوان آب فقط که دریا برداری به حال دریا چه فرقی میکنه. حالا میای نیکوکار میکنه آب از شیر پر میکنی. خب میریزی تو دریا. آب دریا اضافه شده. دریا این براش هیچیه. زمینم همینه. زمین انقدر بار الکتریکی داره خب که ازش بردارید بریزی توش به حالش هیچ فرقی نداره. میان به عنوان مبنا خب پتانسیل الکتریک زمین رو صفر در نظر میگیرن. یه قانون گذاشتن برقی ها جمع شدن دوره هم آقا زمین رو چند ولت بذاریم. این گفته 10 ولت اون گفته 20 ولت اون گفته 30 ولت یک گفته آقا بذارید 3. بقیه ریش سفید جمع بده گفتن آقا چشم بذارید 3. همه گذاشتن 3. اینجا یه توضیح داده گفته که بارهای الکتریکی مثبت و منفیش برابره. منبعی سرشار از بار الکتریکی مثبت و منفی که میتونه اون بار الکتریکی داد و دریافت کرد. میشه آب ریخت توش یا آب هم کاری به این نداریم میریم جلوتر. البته بگم بچه‌ها این پتانسیل الکتریک زمین مبنای علمی خیلی از موارد مثل ارتینگ مثل حالا بحث الکترونیکی که یه بحث مبناها و این چیزا پیش میاد. حالا به جاش تو رشته خودتون حتما باش برخورد میکنن. در همین حدی که گفتم میتونید یاد بگیرید و ازش استفاده کنید و نگران هیچ چیزی هم نباشید. بچه‌ها سراغ ولتاژ بریم. پتانسیل الکتریکی خب اوکی همون ولتاژه. این ولتاژی که اینجا نوشته منظورش اینه که ولتاژ بین دو کره. اوکی ولتاژ بین دو کره اومده همون ذره بود که قرار بود از گوی بیاد بره تو زمین. حالا نمیدونم تو زمین میخوام برم تو اون یکی گوی. خب من چقدر انرژی صرف کنم از این گوی بیام برم تو اون گوی. خب همون داستانه فقط یه تفاوت کوچیک داره این که به جای که این بار الکتریکی ما بخواد بره تو زمین میخواد بره تو اون یکی گوی. پس ما میگیم اختلاف ولتاژ این دوتا چقدره. خب چجوری میشه فهمید. میگیم آقا ما فکر میکنیم همین باره از اینجا بخواد بره این از این گوی بخواد بره تو زمین.
مثلا میشه 10 ولت نیاز به پتانسیل الکتریکی داره. از این یکی هم بخواد بره تو زمین مثلا 3 ولت پتانسیل الکتریکی وجود داره نیاز داره. خب پس اگه از 3 بخواد بره به 10، 3 منهای 10 منفی 7 ولت نیاز داره. یا برعکس، از 10 بخواد بره به 3، از این گوی 10 ولتیه بخواد بره به گوی 3 ولتیه، خب با نیاز به 7 ولت انرژی داره. اوکی، 7 ولت پتانسیل الکتریکی داره. خب اینجا اومده دیگه، حالا توضیحاتی که من دادم و اونم به شکل دیگه به طریق دیگه دادن. یه مثالی داره، گفته که دو تا کره مشابه رسانا روی پای آیت دارن. پتانسیل الکتریکی کره ها همون حرف که زدیم با این یکی از کیو ها 10 میکروکولونه، خب یکی از کیو ها منفی 4 میکروکولونه. خب بچه یکی از این V1 یعنی این بار این یکی رو، خب حالا U1 به Q1 گرفته، اون 5 میلی جولی که اون بالا گفته بود اومده اینجا هم استفاده کرده. حالا اینجا نگفته، خب این خودش جای سوال داره، ولی اومده همون 5 میلی جوله رو اینجا استفاده کرده. با این 10 میکروکولونه گذاشته میشده 500 بود. این یکی بوده منفی 1250 بود. حالا گفته اختلاف پتانسیل بین V1 و V2. پس یعنی V1 منهای V2 500 منهای 1250 1750 ولت پتانسیل الکتریکی نیازه که یک بار یا بارهای این آقا این یکی گوی به این یکی گوی منتقل بشه یا برعکسش. این معیار 1750 ولت هست. امیدوارم این توضیحات زیادی که میدم متوجه بشید. شاید بعضی وقتا آدم حالا یه توضیحاتی میده، خب این توضیحات بیشتر یک سری افراد رو، یک سری گوش‌ها رو هدایت میکنه، یک سری رو باعث میشه سردرگم میشه. خواهش میکنم که اگه باعث سردرگمی شما شد این توضیحات یا حالا توضیحات زیادی که دادم، بپرسید تا به روش‌های بیشتری تا با مثال‌های بیشتری به شما هم یاد بدم. من رسالتم از ضبط کردن این ویدیوها درک مفاهیم برق و مثال‌های کاربردی اون تو صنعت هست. اوکی، به اینجا یه ذره زوم بیاریم عقب. جریان الکتریک، آقا این باره بود که داشت میرفت این ور. خب میگه به مقدار باری که در هر لحظه از هر مقطع سی میگذرن ما جریان الکتریکی میگیم. من یه تعریف از خودم ساختم که از دانش خودم بود. حالا ببینیم اینجا چه گفته. بود شارژ بارهای الکتریکی بین دو نقطه را جریان میگویند. عاملش اختلاف پتانسیل الکتریکی میان دو نقطه. الکترونی آزاد الکترونی است که علایه والانس جدا شده و به هیچ اتمی وابسته نیست. خیلی دیر اومد الکترون آزاد رو معرفی کرد داخل کتاب. بچه‌ها یه نکته بهتون بگم، مطمئنا اینجا هیچ جای این کتاب نگفته این رو. خب دیگه از سیستم کتاب نوشتن فهمیدم که به جزئیات زیاد اصلا اشاره نمیکنه. بچه‌ها برق سرعتش چقدر؟ حالا به این فکر کردید؟ ببینید شما یه لوله خودکار بردارید، ببینید خودکار ولی قلم نوری، ولی حالا شما فکر کن یه خودکار بردارید تو خالی، داخل اینو پر از تیله میکنید، تیله بازی میکردیم، تیله پر تیله میکنیم تا این بیر، اینجا هم تا این بیر پر تا پر تیله است. خب یه تیله اگه من از این ور وارد کنم، از این ور سریع یه تیله میفته بیرون، قبول دارید؟ آفرین. بچه‌ها یه انرژی الکتریکی، یه انرژی به این مثلا سلول خورشیدی تابیده یه الکترون اینجا آزاد کرده. خب اون انرژی که این وارد شده و این الکترونی که آزاد شده به الکترون بعدی میخوره، بعدی به بعدی میخوره، بعدی به بعدی تا این ور یه الکترون آزاد شده. حالا اینم بازم هست یعنی اینم دوباره آزاد میشه، حرکت میکنه. این حرکت الکترونا رو خب میگن جریان الکتریکی. عامل به وجود اومدن جریان الکتریکی بچه‌ها الکترون آزاده. به این قضیه که گفتم داخل خودکار به این میگن ضربان الکترونی. اوکی، این مواضع حالا نگفته
ما داریم برای اطلاعات بیشتر شما میگیم که شما یاد بگیری و بعدا یا استفاده میکنی یا یه چیزی به معلوماتت اضافه شده، کلا لذتشو ببری. بچه‌ها صاعقه رو اومده گفته صاعقه چیه؟ ما داریم راجع به الکتریسیته ساکن صحبت میکنیم. خب الکتریسیته ساکن، ابر ما که توی آسمونه، امیدوارم که باران میگم زیاد بشه، واقعا مشکلات آلودگی هوا و کم آبی ها خیلی داره به جامعهمون فشار میاره، سبب از بابه مشکلات. امیدوارم خدا باران رحمتشو بر همه ما مردم جهان و به خصوص ایرانی ها نازل کنه. ابری که ما تو آسمون داریم میاد میره میماله به کوه ها، میاد میماله به سرش به کوه هاست، میاد یک ابر دیگه یه جا دیگه مالیده به کوه، این یکی میاد میماله به این یکی ابره. اینا الکترون تبادل میکنن، تو یکیشون یهو الکترون خیلی زیاد میشه و گفتیم زمین سرشار از بار الکتریکی. این بالا پر الکترونه، میگه خب من این الکترونامو کجا بریزم، سنگین شده. خب یه زمین مثلا یه راهی به زمین پیدا میخواد بکنه، یا درخته که ارتفاع داره، یا حتی شمایی که میری داخل روی کوه وای میسی هستی. خب دست اینجوری میگیری بالا، دست کو میگی بالای کوه وایسادی، یا اون میله سارگیری که از نوک ساختمون زده بیرونه. اوکی. خب این میاد از این طریق الکترون هاشو خالی میکنه داخل زمین. این داستان الکتریسیته ساکنه که حالا اومده مثال بیمارستان رو بده که خب تو مبانی بر انصافا مثال خیلی بیشتری بذارید من بیارم این قسمت الکتریسیته. ببینید ساقه رو گفته، بعد کاربردهای الکتریسیته ساکن هم خیلی جالبه بچه‌ها. بدونید دستگاه های قوالگیر الکتروستاتیک ما داریم، میان یه صفحه رو پر بار الکتریکی میکنن. خب یه ذرات گرد و غبار اساسا بارشون منفیه. خب حالا شما فکر کنید صفحه بارش مثبت باشه، چه اتفاقی میفته؟ این ذرات منفی میچسبن به این ذرات مثبت. اوکی. این از این دستگاه رنگ پاش بچه ها، رنگ های الکتروستاتیک، صنعت رنگ استاتیک، رنگ پودری، یه صنعت پرپول و مطمئنا شما این که رشته باهاش برخورد میکنی، شما بخوای تابلو بدی رنگ کنن، تابلو برق رنگ الکتروستاتیک میخوره، رنگ پودری میخوره. چجوریه؟ میاد آقا این فلز ما منفی میشه مثلا، خب حالا منفی یا مثبتش رو دقیق نمیدونم، منفی میشه. خب و ذرات پودر داخل مخزن مثلا مثبته و با فشار باد و مثبت پاشیده میشه به این سطح فلز منفی و میچسبه به این. خب همینطور که چسبیده هوای گرم کوره اونو میپزه و این بهترین نوع رنگکاریه، به شدت مقاوم در مقابل خوردگی، در مقابل بارون و این چیزاست. خب بچه‌ها تا شدت جریان الکتریکی دستمون باشه تا فیلم بعدی رو واگذاری کنیم. زمان این فیلم که خیلی زیاد شد. شما رو به خدا میسپارم، سوال داشتید حتما بپرسید. بچه‌ها حمایت یادتون نره. تا میتونید این فیلم ها رو به همه دوستانتون معرفی کنید که در دست همه قرار بگیره. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دوستتون دارم. یاد